سلام. تصور کن روی سیاره‌ای وایسادی که از همون ثانیه اول داد میزنه اینجا مال تو نیست. آسمونی که رنگش نه آبیه نه حتی شبیه چیزی که بشه توصیفش کرد. یه قرمز خاکی خفه کننده که انگار دائم داری زیر نگاهش خفه میشی. هوا یخ زده، زمین خشکیده و ترک خورده و هر قدمی که برمی‌داری خاک زیر پا مثل استخوان‌های خرد شده صدا میده. تیمی از فضانوردان حرفه‌ای ناسا وارد این جهنم خاموش شده. همه در حال انجام کارن، داده میگیرن، نمونه جمع میکنن و وسطش مارک با همون روحیه شوخ مخصوص خودش داره هر از گاهی به بقیه خورده میگیره و خنده میندازه. سیاره مریخ همیشه سکوت دارد، اما در آن روز سکوت نشکسته بود، بلکه زیر سایه یک طوفان عظیم پنهان مانده بود. آسمان سیاره سرخ به جای آبی آرام زمین رنگی از غبار و تهدید داشت. بادهایی که از سطح خشن و ناهموار میگذشتند همه چیز را در سپری از شن محو میکردند. در دل این منظره خوش پایگاه کوچک انسانی ایستاده بود. سازه فلزی و سفید که در برابر قدرت سیاره تنها مانند نقطه ناچیز به نظر می‌رسید. داخل پایگاه گروه تحقیقاتی در حال آماده سازی برای ترک شتاب زده سیاره بود. سناریوی خروج اضطراری همیشه تمرین شده بود، اما هیچ تمرینی نمی‌توانست فشار واقعی یک طوفان مرگبار مریخی را شبیه سازی کند. طوفان نزدیکتر شد. بادهایی که تا آن لحظه فقط وزش بودند حالا تبدیل به دیواری از شن شده بودند. اخطارهای سیستم پایگاه یکی یکی به صدا در می‌آمد. صفحه نمایش‌ها چشمک می‌زد. نورهای هشدار قرمز می‌شد و تک تک اعضای گروه نفس‌هایشان را تندتر می‌کشیدند. در میان این وضعیت مارک بیرون از پایگاه با ابزار در دست تلاش می‌کرد بخش کوچکی از تجهیزات را ایمن کند. چند ثانیه بعد فرمانده از پشت پیستین فریاد زد که همه باید فوراً به سمت سفینه بازگشت حرکت کنند. هیچ کس فرصت نگاه به عقب نداشت. هیچ کدام حتی فرصت نکردند به اطراف نگاه کنند تا مطمئن شوند بقیه در خط حرکت هستند. طوفان دیوانه‌وار می‌وزید. دید تقریباً صفر شد. هرچه جلوتر می‌رفتند قدم‌ها سخت‌تر می‌شد. شن‌ها مثل سنگ بر صورت و لباسشان برخورد می‌کرد. در میان این آشوب ناگهان سازه آنتن که در باد می‌لرزید شکست. قطعه‌های فلزی‌اش با سرعتی غیر قابل تصور به اطراف پرتاب شد. یکی از قطعه‌ها مستقیما به سمت مارک رفت. ضربه او را چندین متر به عقب پرت کرد. بدنش بر سطح سنگی مریخ خورد و میان گرد و خاک ناپدید شد. خدمه تلاش کردند نامش را صدا بزنند، اما چیزی از شدت باد شنیده نمی‌شد. آنها چند ثانیه جستجو کردند، اما دستگاه سنجش زنده بودن مارک قطع شده بود و مسیریابی چیزی نشان نمی‌داد. فرمانده که می‌دانست ماندن یعنی مرگ حتمی با قلبی سنگین دستور عقب نشینی داد. آنها در حالی که باور نمی‌کردند به سفینه برگشتند و پرتاب اضطراری انجام شد. سفینه در میان غبار گم شد و مریخ دوباره در سکوت عمیق فرو رفت. اما سکوت فقط ظاهر ماجرا بود. چند ساعت بعد در زیر لایه‌ای از خاکستر لباس دوباره فعال شد. مارک چشم‌هایش را باز کرد. نفسش بریده بود. درد در پهلویش تیر می‌کشید ولی زنده بود. او با تقلا بدنش را از خاک بیرون کشید. هیچ صدایی جز روزه باد نبود. هیچ کس نبود که کمک کند. با چشمان نیمه تار نور کمرنگ پایگاه را در دور دست دید و همان نور هدف او شد. قدم برداشتن به نظر غیر ممکن می‌رسید. باد هر لحظه او را به عقب می‌راند، اما مارک به سختی و با هر آنچه که از نیرو داشت حرکت کرد. وقتی به پایگاه رسید با آخرین رمق دست به کنترل در برد و وارد شد. در پشت سرش بسته شد و اولین لحظه سکوت واقعی آغاز شد. مارک روی زمین افتاد. صدای نفس‌های شنها چیزی بود که شنیده می‌شد. وقتی لباسش را باز کرد زخمش دیده شد. فلز تیز لباس را شکافته و وارد بدنش شده بود. او بدون کمک روی تخت پزشکی نشست و شروع به بیرون کشیدن قطعه فلزی کرد. لحظه‌ای دردناک اما لازم. پس از بستن زخم و ضدعفونی چند دقیقه طولانی به سقف خیره شد. حقیقت به آهستگی روشن شد. در سیاره‌ای خاکی هزاران کیلومتر دورتر از خانه او تنها باز مانده بود. چند ساعت بعد که توانش برگشت شروع به بررسی پایگاه کرد. منابع در بهترین حالت فقط چند ماه دوام می‌آوردند. غذا بسیار کمتر از آن بود که کافی باشد. اکسیژن محدود. آب باید بازیافت می‌شد. مارک روبروی میز نشست و بلند گفت برای زنده ماندن باید همه چیز را دوباره بسازم. او اول به سراغ ذخایر غذایی. کنسروها شمارش شدند، بسته‌های خشک شده بررسی شدند، اما واضح بود که این مقدار حتی نصف مدت لازم برای نجات احتمالی را پوشش نمی‌دهد.
در میان صندوق‌های ذخیره جعبه‌ای را پیدا کرد که آبی سیب زمینی‌هایی بود که قرار بود برای روز شکرگزاری استفاده شود. سیب زمینی‌ها تازه بودند اما قابل کاشت بودند. مارک ساعتها بر خاک مریخ کار کرد. خاک مریخی بیجان، خشک و بدون مواد عالی بود. او آن را علک کرد، با مقداری مواد عالی از ذخایر انسانی ترکیب کرد، رطوبت‌دهی کرد و لایه لایه اصلاحش کرد. سپس محیط کشت ساخت. وقتی اولین سیب زمینی در خاک رفت، لحظه‌ای بی‌نهایت آرام در پایگاه حکم فرما شد. او فهمید که همین کار ساده می‌تواند خط زندگیش باشد. روزهای بعد او از اولین نشانه‌های سبز امید گرفت. هر برگ کوچک به او معنایی میداد که هیچ غذای آماده‌ای نمیداد. امکان ادامه دادن. اما غذا تنها مشکل نبود. او نیاز داشت ارتباط برقرار کند. ساعتها نقشه‌های قدیمی مأموریت‌ها را بررسی کرد تا بداند کدام آنتن یا تجهیزات ممکن است قابل استفاده باشد. وقتی محل یکی از تجهیزات ارتباط قدیمی را یافت، با خودروی مریخی به سمت آن حرکت کرد. سفر چند روزه بود. شب‌ها سرد، روزها گرم و سکوت مطلق در تمام مسیر همراهش بود. وقتی دستگاه را پیدا کرد، پوشیده از گرد و خاک و فرسوده بود. اما مارک با حوصله تمام قطعات را جدا کرد، اتصالات را تمیز کرد، سیم‌ها را اصلاح کرد و پس از ساعت‌ها تلاش نخستین سیگنال ضعیف را به سمت زمین فرستاد. در زمین جهان تکان خورد. تصاویر ماهواره‌ای در جلسات ناسا نمایش داده شد. خطوطی روی خاک مریخ، الگوهایی که فقط می‌توانست کار یک انسان باشد. وقتی تصاویر زوم شدند، رد پای خودرو دیده شد. از همان لحظه امید دوباره در زمین روشن شد. مهندسان ناسا جلسه‌های طولانی گذاشتند. درهای اضطراری آماده شد اما ارتباط با مارک هنوز کامل نبود. روزها گذشت تا نخستین پیام واقعی دریافت شد. در این مدت مارک همچنان در پایگاه مشغول ساختن زندگی بود. سیستم‌های آب را بررسی کرد، قطعات آسیب دیده را تعمیر کرد، سوخت خودرو را مدیریت کرد. هر روز برنامه مشخص داشت: کار، مراقبت از گیاهان، تعمیرات و تلاش برای زنده موندن. اما حادثه‌ای بزرگ رخ داد. فشار داخلی پایگاه به یک بار کاهش یافت. یکی از بخش‌های ساز آسیب دید و هوا به بیرون نشت کرد. مارک به سرعت لباس پوشید و تلاش کرد نشت را پیدا کند. وقتی آن را ترمیم کرد، نفس راحتی کشید، اما دیر شده بود. اغلب گیاهانی که ماه‌ها مراقبت کرده بود خشک شده بودند. سکوتی سنگین پایگاه را فرا گرفت. مارک مدت زیادی کنار خاک خشک شده نشست، اما در نهایت برخاست و گفت هنوز زنده‌ام، کار ادامه دارد. برنامه نجات پیچیده‌تر از آن بود که تصور می‌شد. از طرفی خدمه سفینه اصلی تصمیم گرفتند برخلاف دستورها برای نجات مارک برگردند. تصمیم خطرناک اما نشان از پیوند انسانی. مارک باید مسافت بسیار طولانی را طی می‌کرد تا به محل پرتاب قدیمی برسد. او همه تجهیزات ضروری را روی خودرو قرار داد. نقشه مسیر را مشخص کرد و با دقت تمام آماده حرکت شد. سفرش طولانی بود. دره‌های عمیق، صخره‌های بلند، طوفان‌های ناگهانی. گاهی مجبور می‌شد مسیر را تغییر دهد، گاهی چند ساعت بی حرکت بماند تا طوفان بگذرد. شب‌ها آسمان مریخ ستاره‌هایی داشت که هیچ شباهتی به آسمان زمین نداشت. آرام اما بی‌رحم. وقتی به محل پرتاب رسید، ساز فرسوده‌تر از حد تصور. او روزها صرف تعمیر، بررسی و آماده سازی آن کرد. حتی کوچکترین اشتباه می‌توانست باعث نابودی پرتاب شود. روز پرتاب فرا رسید. مارک با آرامش عجیب وارد ماژول پرتاب شد. طوفانی نبود اما سکوت، سنگین‌تر از هر طوفان. شمارش آغاز شد. پرتاب. نیروی شدید او را به صندلی فشرد. هشدارها روشن شدند. سفینه لرزید اما بالا رفت. در مدار باید با سفینه اصلی هماهنگ می‌شد. فاصله زیاد بود و سوخت محدود. در نهایت خدمه مناطق خطرناک انجام دادند تا بتوانند به مارک نزدیک شوند. مارک مجبور از سفینه خارج شود. بدنش در فضای خالی فقط به نیروی حرکت تکیه داشت. وقتی سفینه نزدیک شد، لحظه‌ای حساس رقم خورد. دست‌ها به سوی هم دراز شدند. ارتباط برقرار شد. مارک به داخل کشیده شد. همه خسته اما خوشحال. بازگشت به زمین با آرامش همراه بود. وقتی روی خاک آشنا قدم گذاشت، چشمانش را بست. دنیای او از سکوت سرد مریخ حالا دوباره پر از صداهای زندگی شده بود. سالها بعد در کلاس‌های آموزشی بازگو می‌کرد. زندگی با حل کردن مشکل‌ها جلو می‌رود. مشکل می‌آید، تو حلش می‌کنی و همین ادامه پیدا می‌کند. این یعنی زنده ماندن. اگه تا اینجا از ویدیوهام خوشت اومده، با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کن و اینجوری ویدیوهای بعدی به محض انتشار بهت نمایش داده میشه. ممنون که تا اینجا همراه بودین.